شما، خوش آمدید به برنامه امروز ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. من فریبا شیرازی هستم. در این برنامه با شما خواهم بود با گزارشی از واکنش کاخ سفید به سخنان اخیر آیت الله خامنه‌ای. از پیشروی گروه تروریستی داعش در استان الانبار عراق خواهم گفت. نگاهی داریم به وضعیت وخیم شرایط بهداشتی زندان‌های کشور. در پایان نیز گزارشی داریم از یکی از بزرگترین سرقت‌های تاریخ بریتانیا که اواسط فروردین ماه رخ داد. با ما همراه باشید. ایالات متحده آمریکا ساعاتی پس از سخنرانی رهبر ایران اعلام کرد امکان دسترسی به سایت‌های نظامی بخش مهمی از هر گونه توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران خواهد بود. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در غیر این صورت مذاکرات هسته‌ای به مشکل برمی‌خورد. ماری هارف، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در واکنش به سخنان روز گذشته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته است اگر ایران اجازه بازرسی از اماکن نظامی را به بازرسان ندهد، مذاکرات به مشکل برمیخورد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در عین حال گفته است آن کشور بنا ندارد به هر نظری که رهبر ایران میدهد واکنش نشان دهد. این گفته‌ها در پاسخ به سوال خبرنگاران در ارتباط با گفته‌های روز گذشته آقای خامنه‌ای ابراز شده که گفته بود اجازه نمی‌دهیم از هیچ یک از مراکز نظامی هیچ گونه بازرسی از سوی بیگانگان انجام شود. آقای خامنه‌ای همچنین گفته بود میگویند اجازه مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای باید داده شود. این یعنی بازجویی. من اجازه نمیدهم بیگانگان با دانشمندان و فرزندان عزیز ملت که این دانش را به اینجا رساندند بیایند حرف بزنند. ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، ساعاتی بعد از سخنان آقای خامنه‌ای در پاسخ به پرسشی در مورد این گفته‌ها به خبرنگاران گفت آمریکا با ایران توافق کرده طی فرایندی ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران بررسی شود که بخشی از آن نیز شامل امکان دسترسی می شود. خانم هارف گفته است تحت پروتکل الحاقی که ایران به آن متعهد خواهد شد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امکان دسترسی خواهد داشت. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این بخشی از مذاکراتی است که در حال حاضر در جریان است. به گفته ماری هارف، اگر طرف‌های مذاکره با ایران اطمینان لازم برای دسترسی به ابعاد احتمالی نظامی، تأسیسات یا فعالیت‌های احتمالاً نظامی برنامه اتمی را به دست نیاورند، آن موقع مشکل به وجود خواهد آمد. خانم هارف در بخش دیگر از سخنان خود گفته است در حال حاضر نمی‌خواهد جزئیات دقیقی از آنچه ابعاد احتمالاً نظامی برنامه اتمی ایران را شامل می‌شود بگوید، اما تأسیسات، افراد و اطلاعات همه بخشی از مذاکرات است. همزمان لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه، میگوید تهران اعلام کرده در صورت بروز تردید در نقض موافقتنامه هسته‌ای برای صدور اجازه ورود به بازرسان بین‌المللی به تأسیسات ایران به 24 روز فرصت احتیاج دارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای فابیوس در مورد این درخواست ایران هشدار داده است که در مدت 24 روز به گفته او چیزهای بسیاری میتواند ناپدید شود. در خبر دیگر، یحیی رحیم صفوی از مشاوران ارشد رهبر جمهوری اسلامی در یک برنامه تلویزیونی گفته است 80,000 موشک گروه حزب الله لبنان آماده شلیک به اسرائیل است و ایران به کمک دوستان خود این قدرت را دارد که در صورت تجاوز نظامی به کشور، حیفا و تل‌آویو را با خاک یکسان کند. آقای رحیم صفوی شب گذشته در تلویزیون دولتی ایران گفت قدرت ایران فراتر از آن است که آنها بخواهند با ما گلاویز شوند. آقای رحیم صفوی تاکید کرد اسرائیل آنقدر ناشی نیست که به ایران حمله کند. مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی در امور مربوط به نیروهای مسلح در بخش دیگر از گفته‌های خود به جنگ نیابتی به نیابت از آمریکا در منطقه خاورمیانه اشاره کرد و گفت گروه‌های تروریستی به دنبال تجزیه کشورهای منطقه هستند. آقای خامنه‌ای روز گذشته در سخنان خود درباره کشاندن دامنه جنگ نیابتی به ایران هشدار داد.
ارتش عراق با حمایت شبه نظامیان شیعه آماده بازپسگیری شهر رمادی می شود. تروریست‌های دولت اسلامی که رمادی را در تصرف خود دارند، اطراف این شهر را مینگذاری کرده و آماده نبرد با نیروهای دولتی شدند. رمادی مرکز استان انبار یکشنبه 27 اردیبهشت ماه به تصرف دولت اسلامی درآمد. سقوط این شهر که در 100 کیلومتری بغداد قرار دارد، ضربه سنگینی برای دولت مرکزی عراق و ائتلاف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا به شمار می رود. خبرگزاری دولتی ایران از آماده شدن نیروهای شبه نظامی عراقی برای بازپسگیری شهر رمادی در غرب بغداد خبر دادند. به گزارش ایرنا، گروه اصائب اهل حق اعلام کرده که یک تیپ آموزش دیده موسوم به تیپ جهادی الاماره از استان میسان را راهی مناطق عملیاتی در الانبار کرده است. این تیپ شامل نیروهایی است که آموزش ویژه جنگ‌های خیابانی با تروریست‌ها را طی کردند. منابع دولتی ایران همچنین گزارش دادند کتائب حزب الله نیز بخشی از نیروهایش را پس از فراخوان 4 روز پیش در روز چهارشنبه روانه منطقه عملیاتی الانبار کرده و سایر نیروهای این گروه همچنان در آماده باش کامل به سر میبرند. کاظم الجابری، فرمانده یک تیپ از گروه جندالامام از دیگر گروه‌های عضو نیروهای مردمی نیز روز چهارشنبه اعلام کرد این گروه هواپیماهای بی‌سرنشین خود را بر فراز منطقه عملیات رمادی به پرواز درآورده تا موقعیت‌های داعش و مقرهای آنان را شناسایی کند. بنابر همین گزارش‌ها، قاضی فیصل، یکی از نمایندگان پارلمان از استان الانبار نیز خبر داده صدها تن از نیروهای عشایری به دنبال ضربات وارده به نیروهای امنیتی به مراکز جذب نیروهای داوطلب مردمی هجوم آورده و خواستار ثبت نام برای جنگ علیه داعش و پر کردن خلأ ایجاد شده به دنبال سقوط شهر رمادی شدند. نخست وزیر عراق حیدرالعبادی نیز دیروز فرامینی به دستگاه‌های امنیتی این کشور داد که بر اساس آن مسئولان و مقامات نظامی موظف به رسیدگی به وضعیت گروه‌های موسوم به نیروهای مردمی، تأمین مواد غذایی مورد نیاز نیروهای رزمنده عراقی و نیز تلاش برای ساخت سلاح در داخل کشور شدند. نخست وزیر عراق همچنین سرتیپ کاظم محمد فارس را از سمتش به عنوان فرمانده پلیس الانبار برکنار و سرتیپ هادی رزیج کسار را جانشین وی کرد. پس از عقب نشینی و شکست‌های گروه حکومت اسلامی طی ماه‌های اخیر در عراق و سوریه، در هفته اخیر پیکارجویان این گروه به پیشروی‌هایی دست یافتند. آنها شهر رمادی، مرکز بزرگترین استان عراق را تصرف کرده و در مناطق مرکزی سوریه نیز تا شهر پالمیرا پیشروی کردند. روز چهارشنبه دولت عراق محدودیت رفت آمد به استان انبار در غرب این کشور را تعدیل کرد و به فاصله کوتاهی هزاران نفر از ساکنان این استان و به خصوص شهر رمادی که به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمده است وارد بغداد شدند. دولت مرکزی عراق هنوز نتوانسته است عملیات جامعی را برای بازپسگیری شهر رمادی اجرا کند. نیروهای ارتش عراق همراه با جنگجویان شیعه مورد حمایت ایران به اطراف رمادی اعزام شدند. یکی از اعضای شورای شهر رمادی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت هزاران نفر از اهالی شهر رمادی که پس از تصرف این شهر توسط گروه داعش گریختند، روزها در بیابانهای منطقه سرگردان بودند. از روز چهارشنبه به آنها اجازه داده شد که از پلی بر روی رود فرات عبور کرده و وارد استان بغداد شوند. روز سه‌شنبه مقامات استان انبار گفتند حداقل 5 نفر از این آوارگان به خاطر خستگی شدید و انتظار در بیابانهای منطقه جان خود را از دست داده‌اند. طبق اطلاعات سازمان بین المللی مهاجرت از روز جمعه که شهر رمادی به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد، حدود 40,000 نفر از مردم استان انبار محل زندگی خود را رها کرده و آواره شدند. مقامات انتظامی عراق در هراس از پنهان شدن پیکارجویان در میان آوارگان و رخنه آنها به بغداد از ورود آوارگان جلوگیری می‌کردند.
اهالی شهر رمادی که هنوز در این شهر باقی مانده‌اند به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که پیکارجویان گروه حکومت اسلامی با بلندگوها از مردم می‌خواهند که نترسند و شهر را ترک نکنند. اما طبق گزارش‌ها شهر رمادی اکنون با کمبود شدید مواد غذایی و دارو روبروست. اهالی رمادی میگویند که پیکارجویان گروه حکومت اسلامی از خروج مردم جلوگیری نکردند. در حالی که دور تازه لغو کنسرت ها که با حمایت امامان جمعه صورت میگیرد بار دیگر آغاز شده، حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور گفته قرار است برای تأمین امنیت کنسرت ها وزارت ارشاد بعد از صدور مجوز موضوع را به استانداری ها اعلام کند تا استانداری ها نسبت به برقراری امنیت این گونه مراسم ها اقدام کنند. وزارت کشور بار دیگر نسبت به تأمین امنیت کنسرت ها واکنش نشان داد. حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور گفت قرار است برای تأمین امنیت کنسرت ها وزارت ارشاد بعد از صدور مجوز موضوع را به استانداری ها اعلام کند تا استانداری ها نسبت به برقراری امنیت این گونه مراسم ها اقدام کنند. سخنان آقای امیری در حالی ابراز شده است که دور تازه لغو کنسرت ها که با حمایت امامان جمعه صورت میگیرد بار دیگر آغاز شده است. پیش از این علی جنتی وزیر ارشاد از انجام توافقاتی میان این وزارت و وزارت کشور برای مقابله با برهم زنندگان کنسرت ها خبر داده بود. قائم مقام وزارت کشور گفته است پیش از این در برخی جاها تصور میشد صرف صدور مجوز از سوی وزارت ارشاد کفایت می کند، اما از زمانی که این تصمیم گرفته شده مشکل خاصی به ما گزارش نشده و جلساتی که وزارت ارشاد مجوز آن را داده با شرایط مناسبی برگزار می شود و امنیت آنها نیز برقرار است. روز گذشته گفته شد که پس از لغو کنسرت مسعود شعاری و حسین علی شاپور در بندر ماهشهر، اجازه برگزاری کنسرت مهدی احمدوند در این شهر نیز داده نشده است. مهدی احمدوند که قرار بود در شهرستان ماهشهر به اجرای برنامه بپردازد، اجازه برگزاری برنامه در این شهر را پیدا نکرد و پس از تجمع عده‌ای در مقابل فرمانداری این شهر که اعتقاد داشتند کنسرت‌های پاپ هرگز نباید به صورت مختلط برگزار شود، این کنسرت علیرغم دریافت تمام مجوزهای لازم از دفتر موسیقی وزارت ارشاد اجازه برگزاری پیدا نکرد. پیش از این امام جمعه بندر ماهشهر درباره برگزاری کنسرت در این شهر در خطبه‌های نماز جمعه این هفته این شهر گفته بود این کنسرت ها در برخی شهرهای بزرگ که اجرا می شود پایانی ندارد. برخی دوستان به همین قانع نمی شوند و می گویند زنان باید برای ما خوانندگی کنند. بعد از مدتی می گویند نه، باید با رقص باشد و در آینده نزدیک باید شاهد اباحه‌گری ها باشیم. امام جمعه ماهشهر همچنین در حمایت از لغو کنسرت ها هشدار داده این مسائل به هیچ وجه با ایده های حضرت امام و مقام معظم رهبری و دین اسلام همخوانی ندارد. اگرچه وزارتخانه ای هم مجوز داده باشد، لکن مجوز وزارتخانه وحی منزل نیست و هر گونه تبعاتی که در اجرای این برنامه ها رخ دهد را خود مسئولین باید پاسخگو باشند. قائم مقام وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود تأمین امنیت تشکل‌ها و اجتماعات سیاسی را از جمله تکالیف این وزارتخانه دانسته است. آقای امیری گفته است وزارت کشور برای تمام تشکل‌های سیاسی که داخل نظام تعریف می‌شوند، چه اصولگرا، چه اعتدالگرا و چه اصلاح طلب، خود را موظف می‌داند که امنیت و انتظامات نشست‌های آنان را برقرار کند و آنها بتوانند از همه حقوق قانونیشان برخوردار شوند. امیری با بیان اینکه فضای کشور بعد از این به سمت یک فضای انتخاباتی پیش خواهد رفت تصریح کرد ما همچنین از همه احزاب و گروه‌های سیاسی انتظار داریم که در نشست‌ها مراعات نظم را داشته باشند و به هنجارها توجه کنند. وی تصریح کرده جریانات سیاسی کشور تاکنون فعالیت‌های سیاسی خود را در چارچوب هنجارها و خطوط قرمز انجام داده‌اند. آقای امیری همچنین گفت
اگر این گونه باشد ما شاهد بی‌نظمی در برگزاری نشست‌های سیاسی نیز نخواهیم بود و البته خوشبختانه بزرگان احزاب و گروه‌های سیاسی این مسائل را رعایت می‌کنند. سخنان این مقام وزارت کشور در حالی ابراز شده است که در چند هفته اخیر جلسات سخنرانی چند چهره منتقد در کشور در پی تهدید نیروهای بسیجی لغو شده است. مسئولان در ایران میگویند شمار زندانیان 2 برابر ظرفیت زندان هاست. 73% زندانیان معتادند و به گفته وزیر بهداشت زندانیان به بمب‌های ساعتی متحرک میمانند. آیا اجرای طرح تحول نظام سلامت به این وضعیت ناگوار پایان میدهد؟ خبرها از وضعیت اسفبار زندان‌های کشور حکایت دارد. زندان‌های ایران لبریز از زندانی و سرشار از بیماری‌اند. حسن هاشمی وزیر بهداشت و درمان ایران پس از دیدار از زندان قزلحصار در اسفند ماه سال 93 در وبسایت شخصی خود نوشت: به نظرم از پشت دوربین یک فیلم مستند هم نمی‌توان آنچه را که در چنین فضایی می‌گذرد به تصویر کشید. قزلحصار بزرگترین زندان کشور است با گنجایش 6000 زندانی که به گفته وزیر بهداشت امروز بیش از 2 برابر این رقم را در خود جای داده است. دیدار وزیر در آن زمان و مشاهده 14 نفر در 5 متر مربع روی تخت‌های 3 طبقه و آگاهی به این مسئله که بیماری‌های پوستی، سل مقاوم و ایدز در یک قدمی زندانیانی هستند که هیچ کدام تحت پوشش بیمه نیستند و پزشکانی که با حقوق 1,300,000 تومان در ماه با مشکلات بهداشتی و خطرات ناشی از بیماری‌ها درگیرند، خواب را از چشمان وزیر رو بود. حسن هاشمی پس از این بازدید مهمترین اولویت وزارت بهداشت را افزایش سرانه بهداشتی زندانیان و بهبود وضعیت سلامت و بهداشت زندانیان عنوان کرد و به تدوین تحول نظام سلامت زندانهای کشور دستور داد. پس از این دیدار قرار شد کارگروهی به منظور اقدامات پیشگیری و تجهیز امکانات پزشکی تشکیل شود و کلیه این تصمیمات ظرف 3 ماه اجرایی گردد. خدمات پیش بینی شده به گفته مسئولان خدمات مربوط به پیشگیری، کاهش آسیب، مراقبت و درمان ایدز و سایر بیماری‌های آمیزشی را شامل می‌شود. به گفته مسئولان تأمین نیروی انسانی و هزینه لازم برای اجرای این طرح نیز در حال نهایی شدن است. اما وضعیت اسفناکی که وزیر از آن سخن می‌گفت تنها مختص به زندان قزلحصار نبوده و نیست. ابوالفضل حجتی پور معاون سلامت، اصلاح و تربیت سازمان زندانهای کشور روز سه‌شنبه 29 اردیبهشت در مراسمی گفت گنجایش زندانهای کشور حدود 110,000 نفر است. این در حالی است که آمارهای رسمی از وجود 210,000 زندانی در ایران خبر می‌دهند، یعنی نزدیک به 2 برابر ظرفیت زندانهای کشور. به تصریح کرد 73% از زندانیان کشور به انواع مواد مخدر اعتیاد دارند. اعتیاد در کنار بیماری‌های واگیر، پوستی، سل مقاوم و ایدز نمونه‌ای از واقعیت دردناک امروز زندان‌های ایران است. این موضوع در دیدار وزیر از زندان قزلحصار از چشم او دور نماند. آقای هاشمی در نوشته‌های خود درباره آن دیدار نوشت: یادمان باشد زندانیان دیر یا زود به جامعه برمیگردند. وی میگوید اگر زندانی‌ها به بیماری‌های واگیردار مبتلا شده باشند به یک بمب ساعتی متحرک میمانند. اینکه سرایت بیماری‌های واگیر در میان زندانیان می‌تواند به کل جامعه آسیب بزند در صحبت‌های اخیر دیگر مسئولان نیز بازتاب یافته است. مراد هاشم زهی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 29 اردیبهشت با اشاره به افزایش بیماری‌های عفونی در زندان‌ها گفت افراد پس از آزادی از زندان بیماری‌های خود را به دیگر افراد جامعه منتقل می‌کنند که این موضوع تهدیدی برای بهداشت جامعه است. راه دیگر در راستای کاهش خطر ورود بمب‌های ساعتی متحرک به جامعه، جلوگیری از انباشت زیاد زندانیان در زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری است. مسئله‌ای که در قانون جدید مجازات اسلامی در سال 92 به تایید و تصویب رسید. در این قانون برای جلوگیری از انباشت زندانی، موضوع مجازات‌های جایگزین حبس پیش بینی شد. مجازات‌هایی مانند خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی که در
شرایطی مشخص تعیین و اجرا می شود. در کنار مجازات‌های جایگزین شاید بتوان گفت اهرم مهم دیگری که در کاهش جمعیت کیفری نقش بزرگی ایفا می کند پیشگیری از جرم و تبهکاری با روش‌های تربیتی و بازدارنده است. اما تا زمانی که جمعیت زندانیان به گفته مسئولان 2 برابر گنجایش زندان هاست، باید دست کم در بهبود شرایط بهداشتی و درمانی زندان ها کوشید. نه تنها به این دلیل که زندانی بیمار در آینده دردی بر دردهای جامعه خواهد افزود، بلکه به این خاطر که به گفته وزیر بهداشت ایران مجرمان هر کدام حقوق شهروندی دارند که نباید نسبت به آنها بی‌تفاوت بود. با عقب نشینی نیروهای ارتش سوریه از مقر فرماندهی پالمیرا، کنترل این شهر مهم باستانی به دست گروه دولت اسلامی افتاده است. برخی از آثار تاریخی از شهر خارج شده، اما بیم آن می رود که داعش موزه ها و محوطه باستانی این شهر را تخریب کند. تلویزیون دولتی سوریه دیروز اعلام کرد پیکارجویان گروه موسوم به حکومت اسلامی پس از عقب نشینی نیروهای دولتی از شهر تاریخی پالمیرا در نواحی مرکزی سوریه این شهر را به طور کامل به تصرف خود درآوردند. این خبرگزاری اضافه کرده است این نخستین بار است که نیروهای گروه حکومت اسلامی در نبرد مستقیم با نیروهای دولتی سوریه یک شهر این کشور را تصرف می کنند. با تصرف شهر پالمیرا بار دیگر نگرانی در مورد تخریب آثار باستانی این شهر توسط پیکارجویان خلافت اسلامی افزایش یافته است. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا است پیشتر اعلام کرده بود پیکارجویان گروه داعش پس از زدوخورد شدید با نیروهای دولتی حدود 1/3 شهر را تصرف کردند. آثار باستانی شهر پالمیرا جزو میراث بشری یونسکو است و این بناهای پرستون متعلق به دوران روم باستان و قدمت آنها بیش از 2000 سال است. بخش اعظم آثار باستانی در قسمت‌های جنوبی شهر پالمیرا قرار دارند. یونسکو، سازمان علمی و فرهنگی و آموزشی وابسته به سازمان ملل، روز گذشته درباره امکان نابودی آثار پالمیرا ابراز نگرانی کرده بود. پیکارجویان گروه داعش روز چهارشنبه از قسمت‌های شمالی وارد شهر پالمیرا شدند، اما ورود آنها به این شهر بار دیگر باعث بروز این نگرانی شده که ممکن است آثار باستانی پالمیرا را مانند موصل و سایر نقاط عراق ویران کنند. در تحولی دیگر، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین المللی رهبر جمهوری اسلامی برای امضای توافقنامه‌های بزرگ اقتصادی بین ایران و سوریه به دمشق وارد شده است. خبرگزاری فارس سفر آقای ولایتی و امضای این توافقها را بیانگر منافع و سرنوشت مشترک هر دو کشور توصیف کرده است. حیدر سلمان معاون وزیر اقتصاد سوریه میگوید این کشور امیدوار است خط اعتباری جدیدی 1 میلیارد دلاری برای تأمین نیازهای اساسی این کشور را از ایران دریافت کند. رسانه‌های دولتی سوریه نیز از امضای موافقتنامه‌های نفت، برق، صنعت و سرمایه‌گذاری میان ایران و سوریه در هفته جاری خبر دادند. ایالات متحده آمریکا قراردادهای تسلیحاتی با اسرائیل و عربستان سعودی را تایید کرد. وزارت امور خارجه آمریکا با فروش سلاح به اسرائیل و عربستان سعودی که ارزش آنها بالغ بر میلیاردها دلار می شود موافقت کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا با فروش سلاح به اسرائیل و عربستان سعودی که ارزش آنها بالغ بر میلیاردها دلار می شود موافقت کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا گفته است این کشور قصد دارد هزاران بمب و موشک به اسرائیل بفروشد. همچنین 10 هلیکوپتر به عربستان فروخته خواهد شد. وزارت امور خارجه آمریکا کنگره این کشور را در جریان این قراردادهای تسلیحاتی قرار داده است و کنگره نیز باید در این مورد نظر دهد. طبق این قرارداد تسلیحاتی آمریکا 3000 موشک میانبرد هوا به هوای هلفایر، 4100 بمب گلایدری و 50 بمب سنگرشکن پیشرفته برای اهداف زیرزمینی به اسرائیل می‌فروشد. ارزش قرارداد با اسرائیل 1 میلیارد و 800 میلیون دلار اعلام شده است.
خبرگزاری فرانسه میگوید روزنامه هارتز اسرائیل یک روز پیش از آن که وزارت امور خارجه آمریکا کنگره این کشور را در جریان این قرارداد تسلیحاتی قرار دهد نوشته بود آمریکا در صدد گسترش کمک‌های نظامی خود به اسرائیل است. این روزنامه نوشته بود که دلیل این اقدام آمریکا به نوعی جبران توافق احتمالی ایران و کشورهای 5+1 بر سر برنامه هسته‌ای ایران است. اسرائیل میگوید تفاهم ایران و کشورهای 5+1 مانعی برای رسیدن ایران به توانایی ساخت بمب هسته‌ای نیست. ایران نظامی بودن برنامه هسته‌ای خود را رد کرده و گفته است هرگز به دنبال سلاح اتمی نبوده و نخواهد بود. آمریکا گفته است سلاح‌های جدیدی در اختیار اسرائیل قرار نمی‌دهد و تنها به تجدید ذخایر تسلیحاتی این کشور می‌پردازد. آمریکا همچنین قرار است علاوه بر هلیکوپتر، سیستم رادار، سیستم‌های ناوبری و 38 موشک هلفایر در اختیار عربستان سعودی قرار دهد. عربستان سعودی سال گذشته بزرگترین وارد کننده تسلیحات در جهان بوده است. آمریکا سال گذشته 8 میلیارد و 400 میلیون دلار محموله تسلیحات به منطقه خاورمیانه ارسال کرده است. در سالهای اخیر نقص فنی خودروهای اسکانیا سبب کشته شدن ده‌ها نفر در جاده‌های ایران شده است. به تازگی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی از مراجع قضایی خواسته در اسرع وقت موضوع رفع نقص خودروهای اتوبوس اسکانیا را بررسی کنند تا با خاطیان برخورد شود. حمیدرضا گرایلی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی از مراجع قضایی خواست در اسرع وقت موضوع رفع نقص خودروهای اتوبوس اسکانیا را بررسی کنند تا با خاطیان برخورد شود. وی گفت به دلیل وجود اشکال در سیستم برق و سوخت خودروهای اسکانیا، پلیس راهنمایی و رانندگی کشور برای رسیدگی موضوع در مراجع قضایی طرح دعوا کرده و خواستار رسیدگی به این موضوع شد. در سالهای اخیر نقص فنی خودروهای اسکانیا سبب کشته شدن ده‌ها نفر در جاده‌های ایران شده است. این مقام نیروی انتظامی گفته است شماره گذاری خودروهای اسکانیا تا زمان رفع اشکال آنها از سال گذشته متوقف شد، ولی متاسفانه شاهدیم که هر از گاهی شاهد بروز حوادثی در محورهای مواصلاتی به دلیل این نقص در خودروهای اسکانیا هستیم. سرهنگ گرایلی از مسئولان واحدهای تولیدی و منتاج کننده خودروهای اسکانیا در کشور خواست ضمن رفع نقص خودروهای تازه تولید شده با یک فراخوان از همه خودروهای مشابه که اقدام به حمل و نقل مسافران در محورهای مواصلاتی کشور می کنند نقایص آنها را برطرف کنند. یک دستگاه اتوبوس اسکانیا که در مسیر مشهد به زابل در حرکت بود در ساعت 22:30 چهارشنبه شب در محدوده ملک‌آباد مشهد به دلیل نقص فنی در موتور دچار آتش سوزی شد. با سرعت عمل به موقع راننده تمام 15 مسافر این خودرو از آن پیاده شدند و در این حادثه به کسی آسیب نرسید، ولی این حادثه خسارت کلی به اتوبوس وارد کرد. چند مورد حریق به دلیل نقص فنی اتوبوس‌های اسکانیا در 2 سال گذشته منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از مسافران در محورهای مواصلاتی کشور شده است. شماره گذاری خودروهای اسکانیا تا زمان رفع نقص آنها از سال گذشته متوقف شده و به دنبال طرح دعوای ناجا از شرکت عقاب نشان نمایندگی خودروهای اسکانیا در کشور این موارد در دستگاه قضایی در دست پیگیری است. حدود 47,000 راننده وسایل نقلیه باربری و مسافربری در بخش حمل و نقل جاده‌ای و 394 شرکت باربری و مسافربری، 92 انجمن صنفی مسافربری و 17 انجمن صنفی کالا در خراسان رضوی فعال هستند. ایران یکی از بالاترین آمار تلفات ناشی از حوادث رانندگی را دارد. به جز عوامل انسانی که عمده‌ترین عامل مرگ و میر جاده‌ای است، دلایل دیگری از جمله نقص فنی خودروها در بروز حوادث رانندگی در ایران نقش دارد. در سالهای گذشته مسئولان نیروی انتظامی انگشت اتهام را متوجه خودروسازان ایرانی و کیفیت پایین محصولات آنها کردند.
یکی از بزرگترین سرقت‌های تاریخ بریتانیا با دستبرد به مرکز بزرگ نگهداری طلا و جواهر هتن گاردن به ارزش تقریبی 200 میلیون پوند اواسط فروردین ماه گذشته و همزمان با تعطیلات عید ایستر در این کشور رقم خورد. نیروهای پلیس این کشور 8 نفر را به ظن دست داشتن در این سرقت دستگیر کردند. پلیس لندن روز چهارشنبه تایید کرد که نیروهای پلیس این کشور 8 نفر را به ظن دست داشتن در سرقت تاریخی از مرکز نگهداری طلا و جواهرات هتن گاردن در قلب لندن دستگیر کرده است. علاوه بر این 8 نفر، 1 نفر دیگر نیز دستگیر شده که بعداً آزاد شده است. سارقان در اواسط فروردین ماه گذشته و همزمان با تعطیلات عید ایستر با دستبرد به مرکز بزرگ نگهداری طلا و جواهر هتن گاردن و سرقت طلا و جواهراتی به ارزش تقریبی 200 میلیون پوند، یکی از بزرگترین سرقت‌های تاریخ در بریتانیا را رقم زدند. پلیس نام 8 بازداشت شده را اعلام کرده که سن آنان بین 43 تا 76 سال است. به گزارش روزنامه دیلی میل در روز چهارشنبه در جریان دستگیری این افراد در روز سه‌شنبه که در 12 خانه در مناطق مختلف لندن و کنت صورت گرفته است، بیش از 200 مأمور پلیس شرکت داشتند. در جریان یورش پلیس به مکانهای یاد شده، مقادیر قابل توجهی از اشیاء قیمتی و ارزشمند کشف شده است. در همین حال گفته می شود پلیس همچنان در حال بازجویی از افراد دستگیر شده است که در میان آنها 3 زندانی سابق و 1 پدر و پسر دیده می شود. بر اساس قوانین بریتانیا، پلیس این کشور از زمان دستگیری افراد مظنون تنها 96 ساعت وقت دارد که برای این افراد تشکیل پرونده داده و سپس با قید وثیقه آنها را آزاد کند و یا اینکه بدون وارد کردن هیچ گونه اتهامی آنها را رها سازد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ارزش طلا و جواهرات و سایر اشیای گران قیمت سرقت شده از هتن گاردن که بخشی از آنها تحت پوشش بیمه نبوده‌اند در حدود 200 میلیون پوند بوده است. سارقان با استفاده از تعطیلات عید پاک موفق شده بودند با حفر تونلی از دیوار امنیتی مرکز هتن گاردن عبور کرده و خود را به چاله آسانسوری که داخل ساختمان قرار دارد برسانند. بر اساس آثار به جای مانده از محل جرم، سارقان سپس با استفاده از ابزارهای سنگین برش توانسته بودند به مرکز صندوق امانات هتن گاردن راه یافته و با استفاده از ابزارهایی که در اختیار داشتند، در صندوق اماناتی که در آنجا نگهداری می شده است را باز کنند. بر اساس گزارش اسکاتلند یارد، در این محل که تاکنون به دلیل پوشش فلزی و بتونیش کاملا امن محسوب می شده، 56 صندوق امانت باز شده بود. تاکنون بزرگترین سرقت در انگلیس به سال 2006 میلادی و زمانی مربوط می شد که سارقان در حمله به دفتر یک شرکت اوراق بهادار در منطقه‌ای در جنوب شرق لندن 53 میلیون پوند پول نقد را به سرقت بردند. بزرگترین سرقت طلا و جواهرات انگلیس نیز مربوط به سال 2003 میلادی بوده که در جریان آن 1,500,000 پوند به سرقت رفت. مرکز امانت هتن گاردن در منطقه‌ای در مرکز لندن و در نزدیکی هولبورن واقع شده. در سال 1954 میلادی تأسیس شده و اولین مرکز نگهداری صندوق امانات در بریتانیا به شمار می‌آید. منطقه‌ای که هتن گاردن در آن قرار دارد نیز به عنوان یک مرکز بزرگ خرید و فروش الماس و طلا در انگلیس شناخته می شود و تخمین زده می شود در حدود 300 دلال و بیش از 55 مغازه ویژه جواهرات در آنجا فعالیت داشته باشند که بزرگترین منطقه خرده فروشی جواهرات در بریتانیا است. برنامه این هفته همینجا به پایان میرسد. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. آدرس وبسایت و صفحه فیسبوک ما رو روی صفحه میتونید ببینید. با این آدرس با ما در تماس باشید و نظرات، پیشنهادات و نقدهای خود را برای ما بنویسید. شب و روز شما خوش.